حاجی بیاد یه حرکتی بزنید. بزنیم مردم اذیت کنیم؟ آره اصلا پایم تو پایی. من میگم بیا یه کار معمولی هم اینجوری زنگ نزنیم. من میگم بیا یه هدفون به تو میدم. بذار تو گوشت، برو پشت بشین. بعد ما هر کیو دلمون می‌خواست بهش زنگ میزنیم توی کانتاکتات. بعد منو پویان بری بعد بگیم چی بگو. سخته ببین. خب بعد من صدای اونا رو نمیشنوم. چجوری می‌خواید به من برسونید؟ من میگم چی بهشون بگم. طرف صدای منو تو رو نمیشنوه که داریم به این میرسونیم. آره من اصلا بخندید کار تمومه. ببین حواست ببین ما اینو میگیم وی سی دن آقا خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از روچی. امروز اومدیم با این چالش مریض. صدامون نمیشنوی؟ صدامو میشنوی؟ ها؟ آقا چه موزیکی گذاشتی دم دیگه؟ تو اینو برات مشروب بعدی آره خدای عرقشو مشروب قولی بس. کجا فهمیدی؟ قراره بریم توی کنتکت های گوشی امیر و به هر کی که دلمون میخواد رندوم زنگ بزنیم و به امیر بگیم که چی بهش بگه و اگه هر کدوم از ما 3 تا بیشتر تونست روی اون کال بمونه برنده بازی. بچه‌ها گوشی امیر ماشاءالله از 111 بیشتر شماره داره. بعد هم چیز سیو کرده. اونایی که انگلیسی هستن با یوکی، آلمانا رو با آلمانا چی هست؟ جرمن. تو با خاله میشدی انقدر. یکی از دوستامون است سینا. دست میزنیم روی اسم و زنگ میزنیم. کسی آدم حسابت نمیکنه. سلام چطوری خوبی؟ شاکرم. چه خبر؟ تنگه دلم برات. آلمان میخوام برم. کی بریم؟ کس که آدم حسابش نمیکنه. بیا من میگم به ایکسش زنگ بزنیم. یکی وقت زنگ بزنه نمیدونم ششم دیگه وقت دارم با طرف گونه سردرد گرفتم پشت این گوشی اما یه لحظه قطع کن خفه شده. الو صدامو میشنوی؟ اما قطع کنیم مادر. آپشن بعدی یکی از دوستای خودمونه دیگه. این جوابتون نده واقعا باید برید. واقعا ما بعد بریم ببینیم. الو سلام ردیفی دلم تنگته شاکرتم. گفتم یه زنگی بزنم حالتو بپرسم. عصبیم. عمت چه خبر؟ از عمت خیلی وقت هیچ خبری ازم نداری. ازت عصبیم. خیلی تنگ شده. سوراخم تنگ شده. حاجی کجایی با کی؟ چی کارا میکنی؟ من خونمونم. من تو ماشینم دارم میام لندن. تو ماشین کی؟ بابام حالش خوب نیست. امو صدامو قطع میشه. با بابام دارم میام لندن یه سر. سلام نه گفتم زود بیام آلمان. آلمان چیه؟ لندن. گفتم با بابام بیام یه سر ببینیمت. یه بحث بیزینسی هست می‌خواستم باید انجام بدم. با کنک میخوام بیام باهات صحبت کنم راجع به یه قضیه هست. بابام ریچی راجبش نمیدونه. باد کنک بالو مالوم بزنیم با هم. با بابام حاجی غذا بخر. پیتزا شب میرسم آماده. خب بچه‌ها اینو ولش کنیم یکی بزنیم. چطوری؟ کجایی؟ خوبی؟ من گشته بودم غذا خوردم اینا. الان اومدم بیرون یه سر. تو چی میخوری؟ چی میخوری؟ من یه ذره گرمم دارم گاییده میشم خدایی. مریض شدم از دست گشنم یکم. خوبی؟ چی کارا میکنی؟ خوبی سلامتی فداتشم قربونت. شما چه خبر؟ الان کجایی؟ الو حاجی حالم خوب نیست. یه ذره عرق کردم. عصبیم. کجایی تو؟ من تو ماشینم دارم میرم شنا کنم. دارم میرم سونا. تو میای؟ تو کی میای؟ سری قبلی وایس آیسولیشن یادشون رفته بود بزنن. صدای ما رو داشتن میشنیدن. الکی داشتیم من که نبودم. من عقب بودم. ریدن تو ویدیو. طرف قشنگ داشت میفهمید که اینا وایسادن پشت هم میخندن. این سری وایس آیسولیشن رو خاموش بس روشن کردن. آقا به داییم و کسایی که میدونید زنگ نزنید. سعی خودم میکنم. روزی شنبه بود. الو سلام عزیزم چطوری؟ خوبی؟ حاجی دلم تنگ شده برات. کجایی؟ من توپ میزنم. من فقط تو قلبم. جات تو قلبم. لندن یکی، منچستر دو تا، تو 3 تا. چه خبر؟ سلامتی حاجی.
آجی بده دلتو بخور جگرتو بخورم بابا. آجی مسواک زدی امروز؟ آره چرا؟ دهنت بو میده. چجوری دهنم بمونه؟ آره چیا؟ اینجا آره از اینجا از تو میکروفون داره میاد. کجایی اوضاعی بابا من تو قلبتم. دروغ نگو کجایی چیکار میکنی؟ بابا من تو ماشینم آجی دارم شنا میکنم. نه شوخی میکنم اومدم آجی طویله با 2 تا گوسفند نشستم دارم بهشون علف میدم. الان وقتی یکیشون شیر بگیرم. بذار شیرشو بگیرم بگو چشام درد میکنه، سرم خسته است، پاهم لشم. اینه یه پیرمرد 30 ساله جدیدن یه مواد جدید شروع کردم با سرم میزنم تو رگام. انقدر حال میده میزنم میرم فضا. راجع به چی؟ میگم یه دست بافورم باید بغل دستش بزنی. میکنه توش میره تو. چی میگی؟ با من چی میگی؟ هاری گربه‌ای گرفتم میاو. آره نمیدونم هر چند دقیقه بار چیزم میگیره. آی پشت پامو گاز گرفتم میگیرتم تیکی شدم. مشکل چیه؟ دشواره نداریم، مشکلی نداریم. علی ناموسا من جاییم. تو به من میگی مشکل من چیه؟ خب من به تو میگم مشکل تو چیه؟ ناموسا علی جایی. دیشب یه دونه بودم، امشب بازم بکی. یاشا چطور یاشا خوبی؟ خدایی میگم آدمون بالان. ویدیو یوتیوب هستی حرفی برای بچه ها نداری بزنی؟ چرا؟ سابسکرایب کنی یادتون نره. اینا بچه حاصله‌ای هستن. سابسکرایب کنید. نوبتی هم باشه، نوبت عمو پویانه و راوند آخره. پسر خالش زنگ میزنی؟ پسر خالش زنگ میزنی. الو ببین من یه دوش بگیرم بیام بزنم. نه الان چرا خب؟ رفیق کجا؟ کارت دارم. کارم داری؟ دارم میام سمتت. داری میری کجا؟ دارم میام اونجا. تو کجایی؟ مریض شدی؟ دکتر گرفتی؟ آره نیام. اومدنش که دیگه راجبی داری میاد؟ میخوام بیام سن خیلی ناراحتم. حامله است حامله شد. آره تو گفتی من. آره خدا به خدا نمیتونم بفهمم درست چی میگی. مثل ویدیو کار. چی میگی؟ نه اصلا من نمیدونم. تو میدونی دیشب. درست گفتم دیشبته. نه امشب هم بالا میخوای باشی. فردا شب. هر شب میخوای بالا باشی. حل چشاته. بیارم یا داری؟ ببین یه کانتاکت سوزنی ترکیبی. ببین یه دستش نگاه کن رو صفحه گوشی. موهاتو ببندم. داگی از بالا بگم یا پایین؟ جیرت بده. قلبم برات میتپه زیاد. چرا ما داریم این کارو میکنیم تو 25 سالگی؟ موتو بگیر برخ. موتو بشور. موتو شستی؟ من میام برات میشورم اگه نشستی. فکر کنم دوباره بگیرم. فکر کنم به راهه. ترکیبیه. پیتزا به راهه. میخوای بلیسی؟ من باید بلیسم. چرا بلیسم؟ خوب نمیده حاجی یارو ساکت مونده بود فقط. دایی باختی دیگه 4 دقیقه داره زنگ میزنه. دوباره بیارش. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خب بریم کیا رو درست کنیم. حتما سابسکرایبمون کنید. حواستون باشه که ما ویدیومون هر هفته قراره بیاد بیرون. بهتره کنیم.